ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул. гуфтори 61. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. به همین طریق چنان که از توضیح اندیشه های زبانشناسی ناصر خسرو عیان گردید، این دانشمندی معروف در استوار گردیدن بسیار اصطلاحات زبانشناسی و نظریه و عملیه اکثری موضوعهای مربوط این علم سهمی مهم گذاشته است. وی در شرح اکثری حادثه های زبانشناسی مثل ابو علی سینا از موقع علم فلسفه علل خصوص منطق بها داده است. چنان که از توضیح اندیشه های زبانشناسی ناصر خسرو عیان می گردد، این دانشمندی همدان در استوار گردیدن بسیار مفهوم ها و اصطلاحات زبانشناسی تحلیل و تحقیق موضوعهای مختلف زبانشناسی تاجیک و فارس خدمت‌های ارزنده را بجا آورده است. یکی دیگر از دانشمندان فرزانه تاجیک که با آثار نثری خود در گستریش زبان علم نقشی برجسته دارد، عمر خیام می باشد. عمر خیام در طبیعیات، ریاضیات و فلسفه رساله های به تاجیکی تعریف کرده است، ولی زبان بیان رساله نوروزنامه او از رساله های دیگرش با سادگی و روانی افاده و فصاحت سخن فرق می کند. مؤلف در این رساله درباره نوروز و دیگر رسم و آیین پادشاهان عجم معلومات مفید می دهد. ما در زیر برای شناسایی پیدا کردن با زبان بیان نوروزنامه پارچه ای را در خصوص آیین پادشاهان عجم نمونه می آوریم. و دیگر آیین ملوک عجم اندر داد دادن و امارت کردن و دانش آموختن و حکمت ورزیدن و دانایان را گرامی داشتن همت عظیم بوده است. و دیگر صاحب خبران را در مملکت به هر شهر و ولایت
گماشته بودندی تا هر خبری که میان مردم حادث گشتی، یعنی به میان می آمد، پادشاه را خبر کردندی تا آن پادشاه بر موجب آن فرمان دادی. و چون حال چنین بودی، دستهای تطاول، جبر و ظلم کوتاه بودی و عمال منصبداران بر هیچ کس ستم نیارستندی کردن و یک درم از کس به ناحق نتوانستندی ستدن و دیگر بر کار امارت عظیم حریص و راغب بودندی. و هر پادشاه که بر تخت مملکت بنشستی، شب و روز در آن اندیشه بودی که کجا آب و هوای خوش است تا آنجا شهر بنا کردندی، تا ذکر او در آبادان کردن مملکت در جهان بماندی. و عادت ملوک عجم و ترک و روم که از نژادی افریدونند چنان بود است که اگر پادشاه سرای مرتفع بلند بنا افکندی، یا شهر یا ده یا رباط یا قلعه یا رود براندی و آن بنا در روزگاری او تمام نشدی، پسری او و آن کس که بجای او بنشستی بر تخت مملکت، چون کاری جهان بر وی راست گشتی، بر هیچ چیز چنان جید ننمودی که آن بینای نیم کرده آن پادشاه تمام کردی. یعنی تا جهانیان بدانند که ما نیز بر آبادان کردن جهان و مملکت همچنان راغبیم. دیگر عادتی ملوک عجم آن بوده است که هر کس پیش ایشان چیزی بردی یا مطرب سرودی گفتی یا سخن نیکو گفتی در معانی که ایشان را خوش آمدی، گفتندی زه، یعنی احسنت، چنان که زه بر زبان ایشان برفتی، از خزینه 1000 دیرم بدان کس دادندی و سخنی خوش بزرگ داشتندی. چنان که از این پارچه به مشاهده می رسد، تفاوت در بین زبان بیان این رساله و طرز افاده امروزی زبان مادری ما بیشتر در کاربست فعل. گماشته بودندی، فرمان دادی، گفتی، برفتی، آمدی، گفتندی، بزرگ داشتندی که امروز در زبان مادری ما به شکل گماشته بودند، فرمان میداد، میگفت، میرفت، می آمد، میگفتند، بزرگ می داشتند افاده میابند. و کلمه های عربی ملوک، پادشاهان، امارت، آبادانی، عمال، کارگزاران، منصبداران، تطاول، جبر و ظلم، مرتفع، بلند و غیره که در اکثر آثار نثری این عهد جای دارد به نظر می رسند. ولی در شیوه نگارش دیگر رساله های علمی عمر خیام، از جمله رساله فلسفی رساله وجودیه یا روضة القلوب و یا رساله در علم کلیات وجود و ترجمه فارسی رساله الخطبة الغراء ابو علی سینا که با قلم او انجام پذیرفته است، تا اندازه پیچیدگویی و دشوار بیانی به مشاهده می رسد. همچنین عمر خیام هرچند در بیان مطالب فلسفی از لغات و اصطلاحات فارسی که ابو علی سینا در دانشنامه علایی و معراجنامه شاید ساخته و یا به صفت اصطلاح استفاده کرده است، از قبیل جوهر، نام، قسمت پذیر، پسندیده، حیاتی، نیستی، جایگاه، همگوهران، ناپایداری، نامی و غیره استفاده می برد،
ولی خودش در ساختن لغت و اصطلاحات تاجیکی در افاده مفهوم‌های نوی علمی به شیوه ابوعلی سینا و جانبداران مکتب وی پیروی نمی کند. شاید رویه عربی سازی زبان علم و استفاده فراوان از اصطلاحات عربی در بیان مطالب علمی که در زمان زندگی او قوت می گرفت مانع گردید که عمر خیام شیوه لغت سازی و اصطلاح آفری بزرگانی چون ابوعلی سینا و ابو ریحان بیرونی را ادامه بدهد و در این زمینه کامیاب گردد. سیاستنامه یا سیر الملوک اثر دیگری معروف نصری این عهد است که نظام الملک وزیر آن را با مقصد نشان دادن راه و رسم دولتداری قدیم ایرانی برای جلال الدین ملکشاه سلجوقی تألیف کرده است و محمد مغریبی که دبیر سلطنت خاندان سلجوقی بود پس از مرگ نظام الملک این کتاب را تدوین نموده است. سیاستنامه اثری نسبتاً بزرگ حجم است و بعضی مطالب نوروزنامه خیام از جمله رسم و آیین پادشاهان عجم در این اثر با بیان دقیق تر و به تفصیل تر و زبان فصیح و شیرین افاده یافته است. برای مثال پارچه‌ای را از این کتاب در خصوص رسم سلاله ساسانیان در زیر نقل می کنیم. رسمی تخمه ساسانیان چنان بود که هر کسی که پیش ایشان سخن گفتی یا هنری نمودی که ایشان را خوش آمدی و بر زبان ایشان برفتی که زه در وقت خزیندار 1000 دیرم بدان کس دادی و ملوکی اکاسیره یعنی خسروان در عدل و مروت و همت زیادت از پادشاهان دیگر بودند، خاصه نوشهروان عادل. حکایت: گویند روزی نوشهروان عادل برنشسته بود، یعنی سواره اسب، و با خاصگیان به شکار می رفت و بر کنار ده گذر کرد. پیری را دید 90 سالکی گوز 4 مغز در زمین می نشاند. نوشهروان را عجب آمد، زیرا که پس از 20 سال گوزی کشته برمی دهد. گفت: ای پیر، گوز می کاری؟ گفت: آری. گفت: چندان بخواهی زیست که برش بخوری؟ پیر گفت: کشتند و خوردیم و کاریم و خورند. نوشهروان را خوش آمد، گفت: زه. در وقت خزیندار را گفت تا 1000 دیرم بپردازد. پیر گفت: ای خداوند، هیچ کس زودتر از بنده بری این گوز نخورد. گفت: چگونه؟ پیر گفت: اگر من گوز نکشتمی و خدایگان اینجا گذر نکردی، آنچ به بنده رسید نرسیدی و بنده آن جواب ندادی.
من این 1000 دیرم از کجا یافتمی؟ نوشیروان گفت زه ها زه. خزیندار در وقت 2000 دیرم دیگر بدو داد. بهر آنک 2 بار زه بر زبان نوشیروان رفت. چنانکه از پارچه یاد شده مشاهده می شود، در اینجا در قیاس نوروزنامه عمر خیام افاده فعل دوگونه است. هم شکلی در آن روزگار معمولی گفتی، نمودی، آمدی، برفتی، نرسیدی، یافتمی، و هم شکلی امروزی می رفت، می نشاند، می دهد و غیره. همچنین در سیاستنامه یک گروه کلمه های موجودند که با گذشت ایام از دایره استعمال بیرون مانده اند یا دایره استفادهشان محدود گشته است. از جمله فعل های شکوهیدن، ترسیدن، یاریستن، جرأت کردن، مالیدن، تنبیه دادن، سیگاریدن، اندیشیدن، نقشه پنهانی داشتن، کلمه های مکانه، مکان، محل، خدایگان، صاحب، شاه، صاحب خبر، مأمور جاسوسی، گرمگاه، نصف روز، وقتی گرما، در وقت، در حال، تخمه، نژاد، پوشیدگان، زنان، سرپوشیده، زن، شکسته، دره خورد، گوز، جوز، چارمغز و غیره. اثر دیگری نثریه‌ای که در آن مؤلف در کارهای دنیا و دین از دیدگاه صوفیان می نگرد، کیمیای سعادت محمد غزالی است. محمد غزالی 1058-1109 با نظام الملک وزیر دوستی داشت و توسط او به دربار سلجوقیان راه یافت و مدتی در مدرسه نظامیه بغداد به مدرسی مشغول شد. بعداً ترک مدرسه کرد و مدتی در شام و حجاز گوشه‌نشین شد. سپس به نیشاپور آمد و در مدرسه نظامیه نیشاپور به تعلیم شاگردان پرداخت. در سالهای آخر عمر به زادگاهش توس برگشت و در اینجا مدرسه و خانقاه بنا کرده چندی به شاگردان و مریدان درس گفت و نهایت در همین جا از عالم چشم پوشید. وی به زبانهای تاجیکی و عربی بیشتر از 100 اثر تألیف کرده است. کتاب معروف عربی او احیاء العلوم الدین بوده. کیمیای سعادت خلاصه همین کتاب به زبان تاجیکی فارسی می باشد. زبان بیان کیمیای سعادت و نصیحت الملوک او از بهترین نمونه های نثر تاجیکی فارسی در عهد سلجوقی است. برای نمونه 3 پارچه از کیمیای سعادت منظور می گردد. قحطی بود در زمین بنی اسرائیل. موسی علیه السلام با جمله امت با استسقا یعنی دعای باران کردن شدند 3 بار و
اجابت نیفتاد. پس وحی آمد به موسی علیه السلام که در میان شما نمام سخنچینی است، تا وی توبه نکند اجابت نکنم. گفت بار خدایا آن کیست تا او را از میان بیرون کنیم؟ گفت من از نمامی منع می کنم. نمامی چون کنم؟ موسی گفت توبه کنید از سخنچینی. همه توبه کردند و باران آمدن گرفت. مثال دیگر، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه همی گوید دنیا 6 چیز است: خوردنی و آشامیدنی و بوییدنی و پوشیدنی و برنشستنی و به نکاح خواستنی. شیرین ترین خوردنی ها انگبین است و آن از دهن مگس است، و شریفترین آشامیدنی آب است و خاص و عام اندر وی برابر است، و شریفترین پوشیدنی ها حریر است و آن بافته کرم است، و شریفترین بوی ها مشک است و آن خون آهوی است، و شریفترین برنشستنی اسب است و همه مردان را بر پشت وی کشند، و عظیمترین شهوت‌های زنان است. مثال دیگر، رسول علیه السلام یک روز بیرون خواست شدند که اصحاب گرد آمده بودند. اندر جنب آب نگریست و عمامه و موی راست بکرد. عایشه گفت یا رسول الله این چنین همی کنی؟ گفت آره، خدای تعالی دوست دارد بنده خود را که چو برادران خیش را خواهد دید برای ایشان تجمل کند، یعنی خود را زیب دهد و خیشتن را بیاراید. نصیحت الملوک خود را محمد غزالی به صفت آیین دولتداری برای پادشاه سلجوقی سلطان محمد ابن ملکشاه 1104-1117 تالیف کرده است. پارچه از نصیحت الملوک که در صفت امیر اسماعیل سامانی گفته شده است در زیر نقل می شود. هم از اسماعیل سامانی حکایت کردند اندر کتاب سیر الملوک و او آن وقت به جوی موریان بود و هر وقتی برخاستی و به کهندیز برآمدی و منادی فرمودی کردند و نماز دیگر پرده برگرفتندی و حاجب و دربان نبودی تا هر کسی را که مظلمه بودی در آمدی و تا کناری بساط گلیم برفتی و به وی سخن گفتی و با قضای حاجت بازگشتی. بر مثال حاکمان کارها می گذاریدی تا آن وقت که داوری ها همه سپری شدی. آنگاه برخاستی و محاسن ریش خیش بگرفتی و روی سوی آسمان کردی گریان و گفتی یا رب، جهد من این بود که کردم و عالم الاسرار تویی و آگاهی از نیت من که
ندانم بر کدام بنده ستم رفته است از من و کسانی من، مرا از نادانستنی آن عفو کن. کتاب فارسنامه ابن بلخی در ایام دولتداری محمد ملک شاه سلجوقی به رشته تحریر در آمده تاریخ اسطوروی و جغرافیایی سرزمین فارس را در بر می گیرد. زبان تألیف کتاب به استثنای بعضی کلمات و ترکیبات که تنها به این اثر خاصند به دیگر آثاری در بالا نام برده شباهت دارد. کسری انوشیروان در کار خراج نظر کرد و آن را بی ترتیب دید و پیش از وی چنان بود که از جای 3 موجود خراج بودی و از جای 5 و همچنین تا 6 رسد و رعایا از این سبب رنجور بودند. پس او به قانون واجب باز آورد و اتفاق وزیر و دیگر بزرگان و بر جهان بر این جملت که یاد کرده آمد خراج نهاد. کیست‌های غلبون از 1 گز زمین خراج 1 دیرم 30 نقره، زمینی رزبوم از 1 گز زمین خراج 8 دیرم، درخت خرمای پارسی از هر 4 درخت خراج 1 دیرم، درخت زیتون از هر 6 درخت خراج 1 دیرم و جزیه سرها از کسانی که جزیه گذار بودندی از طبقات رعایا به 3 نوع 30 دندی. هر سال توانگران 12 دیرم و میانتر 8 دیرم و کمتر 4 دیرم و به هر سال 1 بار 30 دندی. و چون بر طبق قانون خراج بنهاد بر استمرار تخفیف تمام در حق رعایا پیدا گشت و جهان روی به آبادانی نهاد. شما گفتاری 61 رو از روی کتاب 1 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمخول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.